سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان. نهایت گرامی با گروه‌های شهری ایدی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز آمدیم دیگه سینمای پامیر گذاشتیم، میخوایم بریم به طرف تیمورشاهی دیگه. میریم از بازار بیدار میکنیم دوستان عزیز که در این مردم ما چی میخرن و چی میکنن دیگه. ما تو میگیریم دوستان عزیز و پیش ببینید که مردم چی میکنه و چی نمیکنه. دوستان عزیز شهر میربار است، خصوصا بازار اون طرف بازار آریاناست و این طرف هم بازار سینمای پامیر پیشتر تیمورشاهی. مشکلات را رفتن اینجا زیاد است دوستان عزیز، چون میربارش هم زیاد است و مو خاطر چاش در آمدیم که مردم زیاد نباشه، وگرنه باز فیلم برداری را یک ذره جنجالی تر میکنه دیگه. باز اگر یک جای پیش میریم یک جای پس میریم دیگه از امیال هستم معذرت میخوایم چون که بیربار زیاد میشه. اینجا خب قدر نیست، حال که پیش بریم در تیمورشاهی بیربار زیاد است، آدم باز بعد از مشکلات پیش میآید. خب دوستان عزیز میبینن که مردم مصروف خرید عید است. از لباس گپ گذاشته حال خیاطان میدوزه که میخرین لباس تازه و تیار بخرین، در غیر از اون لباس که تکه بگیرین براتون خیاط بدوزه حال نمیدوزه. فقط چند روز محدود به عید مونده و دماغ از اونها هم دیگه بسیار بالا هست. البته وقت هم ندارن، گناه از اون نیست دوستان عزیز. میریم تو پیش این طرف میرم میوه خوشگل ببینین دوستان عزیز، همه چیز است. نال دیگه شما بگوین دوستان عزیز به چی آمادگی گرفتین، چی تیاری گرفتین، در کامنت ها برام بگوین چی قربانی میکنین. میرم هم دیگه بین بازار آمدیم دوستان عزیز. تو دوستان عزیز بیربار زیاد است، چرا نمی باشه خصوصا کراچی که میای مجبور کامل پر یک بغلک می سیمیا رو میبینین. نام خدا کابل ببینین دوستان عزیز، زیبایی کابل ببینین، گرم جوش کابل ببینین، خرید ببینین در کابل. از کدام رو برایم اینجا یک راه کوچه کسی زمینجا خورم میزنیم دوستان عزیز میبراییم که خوشبختانه برآمدیم ای دارم دیگه. این دوستان عزیز کاملا فکر کنم مزدود کرده به موترها که کراچی ها سرک برآمده، وگرنه که موترها برای دیگه کراچی ها باز رفته نمیتونه. ما تو میریم دوستان عزیز و پیش ببینید چقدر بیربار است شهر و چقدر مردم به خاطر خرید آمده. گفتم که این تو بیربار است، جای به پای نمی باشه. گرمی هم دوستان اندازه است که چالم دلش نمیشه هر بزنه دیگه گپا خدا جایش. همگی در حال خرید از دوستان عزیز. اینجا در هم دیگه لباس های تیار است، کسایی که تکه نگرفتن لباس های تیار میگیرن. در پیشیم هم دخترها هست که زیاد بگذاریم. چقدر بیربار زیاد از دوستا، مندهی خدا میدونه چی حال داشته باشه کتی بیربار. دفعه قبل دوستان از اگر یادتون باشه تیمورشاهی که آمدیم یال نبود، یعنی سرکش خلوت بود، موترها رفت آمد میکرد، یا کالج هوار هستن هموار هستن تکا و لیلمیا یا رو تمامش نمیماندن، جمع کرده بودن تمامش هم حال دوباره اونه هستن.
دوستان عزیزم تو دیگه ادامه میدیم به رفتن. اما کجاکور خونه باید کنه آدم که از بغل از این مردم برای او تکر نکنی، وگرنه نشانه هزار تا آدم میخوره. نام خدا به این کابل، نام خدا به این نفوس و مردم ما که ترکاری ها رو دیدین چقدر تازه بود، چه خوب ششته بودشانه، حواس آدم میابود بیخی. هرچند این گرمی دوستان از بولانی و گندنه مزه نمیته، اما بازم آدم بیخی ایران میمونه دوستان عزیز. چی بگوید ای با این؟ مادر شورش قبوله باشه پیش روی ما بند شد دوستا، پیش بریم. دوستان عزیز از تیمورشاهی دیگه رسیدیم. این تیمورشاهی است. حال دیگه دور میخوریم میریم از پلو طرف دوستان از تیر میشیم که سو بسیار بیربار است، نشه کنم مشکل ایجاد شوه. بیام دریای کابل و چه یک شمال است دوستا، چه یک شمال است. او پل ببینین چقدر بیربار است. در این پل قنه میرن چوبی است، میگذره هم میترسن هم مشکل است رفتن شدو کرده. او پل کس کانکریتی است، در جمع باز میرن زیادتر مردم از او رفت آمد میکنه. باز پل بزرگتر هم سازی کرده. خب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. Olmaz, babamın şöyle kim o içe doşun